سلام دوستان، با یه ولاگ دیگه از یه روز دیگه از روزای تر هم اومدم. نور خیلی قشنگی توی این گلدونا افتاده بود که قبل اینکه برم درمانگاه ازش یه فیلم گرفتم. بعد پسر همکارم دیدم که تو اون گرما اومده بود داشت بازی میکرد. بعد یکی از چالش‌های ما اینه داروهایی که از بیرون میارن رو نمیتونیم تزریق کنیم، اما بعضی وقتا مجبوریم. این یکی از اوناست. این کوچولوی خوشگلم اومده بود و دلش نمیخواست بره. بعد اومدم بیرون یه دور از شلوغی‌های درمانگاه دور شم و این آسمون قشنگ رو دیدم و فیلم گرفتم ازش. رفتم داخل، بعد دیدم یه کوچولوی خیلی قشنگی ول نمی‌کنه این صندلیو و خواهرش مریض بود. ولی این هی دلش میخواست بیاد بشینه اینجا و هرچی خانواده میگفتم بیا بریم تمایلی به رفتن نداشت و چند بار این کار رو هی تکرار کرد. بعد یه مادر مهربون اومد که من ازش عکس گرفتم و دست و پاش یهو بیهوش میشدن. این بنده خدا مریض بعدیم این پسر گوگولی بامزه بود که اصرار داشت فشارشو بگیریم، چون فشار مامانشو گرفته بودیم. خلاصه فشار خون این کوچولو رو هم گرفتیم. همونطور که میگفتم یکی از چالش‌های ما با مریضای این مدلیه که خودشون برگه میارن و میخوان داروهایی که خودشون میخواد و براشون بنویسیم که یکم به چالش میخوریم. بعد یه کوچولی خوشگل از من درخواست کرد تو دفترش یه نوت بنویسم که تو تصویر دیدینش. عصر اون روز که دیگه درمانگاه تعطیل شده بود، یه بارون خیلی قشنگ با این کیفیت بارید و واقعا خیلی جذاب و دلربا بود. من عاشق بارونای اینجا. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید.